تصور کنید یه هواپیما اومده روی آسمان فرودگاه مهرآباد میخواد بشینه یا به اصطلاح خداشون لندینگ کنه. توی این هواپیما 7-8 تا از هموطنان عزیز ما حضور دارن. خلبان چون میبینه این 7-8 نفرن یه حالی میخواد بهشون بده، میگه مسافرین محترم، در صورت تمایل و با کسب اجازه از مسافرین گرامی در صورت تمایل کمربندهاتون رو ببندید تا روی آسمان فرودگاه مهرآباد با هواپیما یک پشتک بزنید. این 5-6 تا مسافر کمربندها رو میبندن، هواپیما میره با اون بالا پشتکش میزنه، میاد میشینه، کپتن میاد سر پله ها میسته، مسافرین یکی یکی پیاده میشن. حالا پیاده شدن ها و تشکرها رو نگاه کنید. نفر اول بچه تهرونه. آی کاپتان تو نمیری خیلی والی، ای والا دمت گرم، اصلا داد میزنه بچه تهرونی. نفر دوم اصفهانی بوده. جناب خلبان دستی شما درد نکنه ولی این پشتکی که شما زده یا یخت سوخت زیاد میکنه، این اسرافه. نفر سوم مثلا از کجا بوده؟ مثلا آذری. نه من اجازه دارم با آذری ها شوخی کنم؟ گفت جناب خلبان بازم توش بازی کردی ها. نفر چهارم مثلا بفهمی کجا؟ قزوینی. باشه قزوینی داد نمیزنه نزید من. گفت جناب کپیتان دست شما درد نکنه، نمیشد اون بالا که بودی 10 دقیقه تحمل میکردی. نفر پنجم کاشی بود. گفت آقا جو فکر منو نکردید. نفر ششم یزدی بود. گفت من خواهش میکنم هر وقت خواستی کار خطرناک انجام بدی قبلش حتما یه دعای چیزی بخون. نفر ششم هفتم بچه رشته بره. چیه؟ خیلی زیاده نه به یه نفر گفتم تو کجایی هستی؟ گفت مگه رشتی بده. نفر هفتم بچه شمال بود. آمد جلو به خلبان اینطوری کرد کلاش مثل مرغ. کی بودی؟ پشت بودی خلبان گفت آقای محترم چی شده حالا؟ خب من که گفتم با کسب اجازه، 2 بارم گفتم، حالا من چی شده؟ گفت آخه تو از مسافرینی که نشسته بودن اجازه گرفتی. آقا ما سر توالت اجازه بودن تو برگشتی همه نموشی. همین جان من همونطور که خواهش کردم حالا یه بارم پشت میکروفون میگم همه شاهد باشه. آهنگ شاد بزن ولی مجاز.